سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد هستم. آقا این حرفایی که زدی واقعا از صمیم دل بود زدی؟ از صمیم قلب بود زدی این حرفا را؟ ما تقیه نداریم برادر عزیز. آها، اهل تقیه نیستی. ولی من یه حرفی بهت بزنم. در مذهب ما اون تقیه‌ای که شما بهش اعتقاد دارید، در مذهب ما بهش میگن منافقت. این تقیه با اون تقیه فرق میکنه، یه مقدار تفکیک قائل. همینه، هیچ فرقی نداره. بفرمایید. یه مقداری سعی بکنید تو مطالبتون منصفانه قضاوت بکنید. من یه مطلبی از شما شنیدم، گفتید ما دنبال براندازی نظام هستیم، درسته؟ بله. حالا دنبال براندازی نظام از چه نوعش هستی؟ همین که اعتقادات این نظام به این شکلی که ما داریم در این شبکه ها بیان می کنیم، مراجع شما، چون این نظام شما یک نظامی است که بر اساس همین ولایت فقیه، ولایت مرجعیت، بر اساس یک نظام طائفی، یک نظام فرقه گرا که بر اساس یک دین و یک تنگ نظری بنا شده. وقتی ما حقیقت شما رو بکنیم، این نظام خود به خود فرو میپاشه. احتیاج به یک گلوله هم نیست که شلیک بشه. حالا من میخوام منصفانه قضاوت بکنم آقای انصاری. بفرمایید. ببینید، شما خوارج زمان عهد سنتید، در اون شکی نیست. اینو من میتونم ثابت بکنم، میتونم با ثابت بکنم. اتفاقا موضوع برنامه ما همین است که شما شیعیان غیر از خودتون همه رو کافر میدونید. خیلی جالب است که یک گرگی بیاد به یک رمه گوسفندی حمله بکنه، گوسفندا رو لت و پار بکنه، حالا یک گوسفندی یه بره از اون پشت داد بزنه، صدا در بیاره، بگن آهای اینا خوارج هستن. ما بر علیه امیرالمومنین خروج کردیم، بر علیه علی ابن ابی طالب خروج کردیم. برادر گرامی، صحبت میکنید منطقی صحبت بکنید. من جلوی میلیون ها بیننده از احمد آقای گرامی خواهش میکنم یک روایت از کتاب های دست یک شیعه، دست دو، دست سه، از اون یک روایت ضعیف از کتاباتون بیارید که کسی که امامت یکی از امامان شما را قبول نداشته باشه مسلمان هست. بفرمایید. آقای عزیز، اگر شیخ کلینی، اگر علی مجلسی، اگر همه آیات اعظام که کتابای معتبری دارن، بهارالانوار هست، همشون بر این قول متفق القول هستن، شما هم ولایت امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارمتون قبول دارین، درسته یا نه؟ نه، ما ولایت رو قبول نداریم. ولایت فقط از آن الله هست. چهارمتون به عنوان ولایت قبول نه، ما خلافت رو قبول داریم، ولایت رو قبول نداریم. تهمت نبندید. امرتون قبولش دارین یا نه؟ آقا، به عنوان ولی امرتون قبولش دارین یا نه؟ به عنوان ولی امر قبول داریم، در این شکی نیست. باریکلا. این که نشد با ما مشترکید دیگه. کافر نیستید شما. عزیزم، دلیل از کتاب. آقا احمد آقا، شما در دین شیعه، در مذهب شیعه میتونید جایگاه خودتون رو بیان بفرمایید؟ شما دارای چه جایگاهی هستید؟ قرآن کریمه، یه قرآن کریم آیه 17 و 18 سوره زمر رو برای من بیار ببین چی گفته در رابطه با این موضوع. شما که به قرآن اعتقاد ندارید، من میگم از کتاب‌های علماتون یک روایت بیار. اعتقاد ندارم. تو از کجا میدونی من به قرآن اعتقاد ندارم؟ احمد آقا، من به شکل عام گفتم، من سند دارم، برای هر حرفم سند میخوای من برای سند میارم. من از شما یک سند میخوام. همین حرفتو سند بیار. میارم. من برای شما یک سند میارم. یک سند بیارید برای من که نه سند مجهولان، نه سند خلیفه. احمد آقا، یه سند معتبر بیار. برادر عزیز و گرامی، یک روایت بیارید از کتاب هاتون که کسی که امامت یکی از امامان را قبول نداشته باشد مسلمان هست. بفرمایید.
آقا تو چند لحظه پیش گفتی که علی خلیفه چهارم ما اهل سنت هست، ما هم به عنوان ولی امر قبولش داریم. آقای محترم شما اینا بودید یا نه؟ من یک سوال دیگه میکنم، شما چشو فرار میکنید از این سوال. به نظر شما کسی که اعتقاد به خلافت ابوبکر و عمر داشته باشه و قائل باشه که اونا مسلمان هستن، این انسان مؤمن هست یا نیست؟ ببینید اگر کسی اعتقاد داشته باشه، اعتقاد اون کس برای اون شخص قابل احترام هست در دین اسلام. من از احترام نپرسیدم، من از مؤمن بودن یا نبودن پرسیدم، از احترام نپرسیدم. آیا بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنبال رو نبی اکرم بودن یا نه؟ ما میگیم بودن. ما میگیم ابوبکر و عمر، بیش از 1 میلیارد مسلمان میگن که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و همه صحابه رضی الله عنهم اجمعین، اونایی که مؤمن زندگی کردن، مؤمن از دنیا رفتن و پیامبر رو دیدن، اینها مسلمان بودن، مؤمن بودن، اهل بهشت هستن ان شاء الله. و کسی که به اینها خاصتا به ابوبکر و عمر و عثمان توهین بکنه، تکفیر بکنه، این انسان رو ما مسلمان نمیدانیم. کسی که عایشه رو متهم بکنه ما این رو مسلمان نمیدانیم. این اعتقاد ماست. بیش از 1 میلیارد مسلمان این اعتقاد رو دارن. شما شیعیان یک گروه اندک در بین امت اسلامی قائل به کفر ابوبکر هستید، قائل به کفر عمر هستید، قائل به کفر عثمان هستید، حضرت عایشه رو متهم به زنا میکنید والعیاذ بالله. این چه مسلمانی است؟ ببین آقای محترم، من هرچی از شما هرچی رو اینجا میگم با سند میگم. دوستان عزیز نشون بدن، این کتاب بهارالانوار اینا هست، این جلدش، اینم صفحه اولش. در اینجا در روایت 79 میگه که 3 نفر هستن که الله به اونها نگاه نمیکنه در روز قیامت و اونها رو پاک نمیکنه و برای اونها عذاب دردناک است. کسی که ادعای امامت بکنه، یا کسی که یکی از امامان را انکار بکنه، و یا کسی که تصور بکنه که ابوبکر و عمر در اسلام نصیبی داشتن. و من قال ان لفلان و فلان فی الاسلام نصیب. به مجردی که شما تصور بکنید که ابوبکر و عمر مسلمان بوده، شما جهنمی هستید، خداوند بهتون نگاه نمیکنه، شما رو پاک نمیکنه، یعنی جاودان در آتش جهنم میمانید و عذابی دردناک هم برای شما خواهد بود. من همینجوری یک سند از شما میخوام از کتاباتون بیارید که آقای کلینی، مجلسی، مفید، توسی، غیره گفته باشه که یا ایها المسلمون یا ایها الناس، اگر کسی امامت رو قبول نداشت مسلمان هست، مؤمن هست، اعمالش قبول میشه و جاودان در آتش دوزخ نمیمانه. خب من صحبت بکنم با اجازت؟ فقط سند و مدرک. اگر خارج از این موضوع صحبت کردید من قطع میکنم. باشه، من فقط میخوام بگم که این حرفایی که شما زنید و سند و مدرک میخواهید نیاز به تحقیق کامل داره. من اینو توی فرصت مناسب انشالله تحقیق میکنم. من میدونم که این کسانی که این عالمای بزرگ ما آمدن هیچ موقع بدون منطق صحبت نمی کنن. منطقشون بر منشأ حقیقت ولایت امیرالمؤمنین هست. ما همین موقع ولایتمون امامیه هست، دلیل و مدرک براش داریم. به خاطر اینکه شما نمیتونید فبشر عبادی الذین آمنوا دنبال بهترین امت باشید، دنبال بهترین احمد آقا برادر عزیز بزرگوار شعار ندید. آقای محترم احمد آقای عزیز شعار ندید. این ملت 36 سال شعار شنیده، مرگ بر آمریکا، مرگ بر ضد ولایت فقیه، آی ما شیعیان، ما مستضعفین جهان. شما شعار ندید. بابا شما چطور فردا روز قیامت در پیشگاه خداوند برو ببین تو سوریه، تو عراق، تو فلان ایان دارن پیشرفت میکنن. بسیار تشکر میکنم. دیگه شروع کردید به هذیانگویی. برادر عزیز بزرگوار خیلی ساده است. برید تحقیق بکنید، بررسی بکنید. ما چطور ما رو متهم میکنید؟ شما در شروع صحبتتون گفتید ما خوارج هستیم، در حالی که خوارج شما هستید، خوارج علمای شما هستند، خوارج استوانه های مذهبتون هستند، خوارج مجلسی است، خوارج کلینی است. شماهایی بودید که علی رو رها کردید. اگر میخواست بره جنگ میگفتید نه ما نمیریم. اگر میرفتید باش جنگ، وسط جنگ مانند قضیه صفین بیچاره رو مجبور میکردید که به صلح تن بده. اگر صلح میکرد میگفتید چرا صلح کرده. شما بودید که علی رو به خاک ذلت نشاندید.
شما بودید که به حسن ابن علی گفتید یا مذل المؤمنین وقتی که صلح کرد با معاویه. شما بودید که امامان را تنها گذاشتید. شما بودید که به حسین ابن علی نامه نوشتید وقتی که به کربلا آمد تنها گذاشتید. شعار ندید، عمل بکنید. واقعا جالب است یعنی سخنان اینا. وقتی که من این حرفا رو از اینا میشنوم یاد این روایت هایی میافتم که در کتب اینا در مورد شیعیان از ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده. شما این روایت رو ببینید دوستان عزیز، رجال کشی رو نشون بدن. در صفحه 211 در اینجا ببینید. وقال ابی عبدالله علیه السلام میگه امام جعفر صادق وقال ان فیهم من یکذب حتی ان الشیطان لیحتاج الی کذبه. ذکر غلات شیعه رو که میکنه میگه چنان دروغ میگن که حتی شیطان هم احتیاج به دروغ اینا داره. در جای دیگه از ابی عبدالله روایت شده که ان ممن ینتهل عاد الامر، کسانی که ادعای تشیع میکنن، لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذین اشركوا، بدتر از یهود و نصارا و مجوس هستن و بدتر از کسانی که شرک کردن. این روایت ها از کتاب های خودشون هست که یعنی بعضی از این دلگفته های ائمه اهل بیت در این کتاب ها هنوزم موجود است. این رجال کشی رو دوباره نشون بدید. در اینجا از امام ابو جعفر امام محمد باقر میگه لو کان الناس كلهم لنا شیعه لکان ثلاثه ارباعهم لنا شکاکا. اگر همه انسان های روی زمین شیعه ما می بودن، 3/4 شکاک می بودن و ربع الاخر احمق، 1/4 هم احمق می بودن. اگر همه مردم زمین شیعه می بودن، 3/4 شکاک می بودن و 1/4 دیگرش هم احمق. و اگر من بخواید از همه امامات تقریبا اینجا شهادت هایی که علیه اینا دادن من از کتاب های خودشون خدمتتون میتونم نشون بدم که چطور امامان را تنها میگذاشتن، چطور به اینا توهین میکردن. و ببینید این در کتاب بهارالانوار هست. دوستان عزیز نشون بدن این بهارالانوار ملا باقر مجلسی است، این شناسنامهش. اینم در صفحه 117 میگه ایها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون انكم كتبتم الى ابي وخدعتموه. این امام سجاد میگه به شیعیان، میگه که شما رو به خدا، مگه شما نبودید که به پدرم نامه نوشتید و فریبش دادید؟ و اعطیتموه من انفسکم العهد والمیثاق، به اون عهد و میثاق دادید و بیعت کردید. و قاتلتموه و خذلتموه، سپس با او جنگیدید و او رو ذلیل کردید. فتبا لما قدمتم لانفسکم، برباد باد آن چیزی که شما انجام دادید. و سوءا لرأیکم، برباد باد این رأی و نظر شما. بأي عین تنظرون الى رسول الله اذا یقول لكم قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی فلستم من امتی. به چه چشمی فردا به پیامبر نگاه میکنید که بگه که شما کشتید اهل بیت من رو، حرمت اونها رو دریدید، پس شما از امت من نیستید. اینا همون کسانی بودن که ادعا میکردن شیعه حسین ابن علی هستن، براش نامه نوشتن، مثل همین آقا که شما خوارج هستید و ما فلان هستیم و آل اتحاد بکنید، وحدت بکنید. ما بارها گفتیم، بازم تاکید میکنیم، اتحاد و وحدت بین شیعه و سنی که در اون توهین و اهانت به مادرمان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باشه، نابود باد، برباد باد این وحدت. نمیخوایم این وحدت رو. هر کسی که میخواد باشه به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله توهین بکنه، به امامان مذاهب اربعه ما توهین بکنه، نیست. ما نمیخوایم با این انسان اصلا وحدت نمیخوایم. نابود باد این گونه وحدت. چون ما مثل شما دروغگو نیستیم، ما مثل شما منافق نیستیم، ما مثل شما تقیه نداریم که بیاییم در تلویزیون یک چیزی بگیم، در حسینیه بریم یک چیز دیگه بگیم، کنفرانس وحدت تشکیل بدیم، بگیم همه ما برادریم، بعد بیاییم در کتابامون همین خمینی که هفته وحدت تشکیل میده، بنابر فرمان هفته وحدت داری تشکیل میدید، در کتاب الطهاره خود میگه که عایشه و طلحه و زبیر از خوک و سگ نجسترن، والعیاذ بالله.
ما میگیم که لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر این چنین وحدتی باد که پایه‌گذارش خمینی باشه و لعنت خدا و ملائکه و همه انسانها بر خمینی که به اهل بیت و اصحاب پیامبر توهین میکنه.